آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، سلام عرض می کنم. خیلی خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت مجری محترم، بزرگوارین آقای خسروی، همکارانتون و همه بینندگان خوب این برنامه. در خدمتتون هستم. فدای شما. آقای دکتر چی خوندین؟ من رشتم عمران بوده، البته زبان ادبیات انگلیسی هم مقدار خوندیم، کار کردیم. پس عمران MBA هم خوندیم. رشته‌های مختلف. آقای دکتر چی نخوندین؟ من اونی که نخوندم ماشاءالله. کتابی که نبوده نخوندم. ماشاءالله. پس کلا سر در کتابی. بله. ماشاءالله. کارشناسی پس مهندسی. بله. بعد فرمودین MBA هم خوندین. زبان ادبیات انگلیسی. ادبیات انگلیسی هم خوندین. مدیریت و اینا دیگه رشته. بسیار عالی، بسیار عالی. و خب البته شما رو مردم بیشتر به عنوان تحلیلگر و کارشناس سیاسی میشناسن. آقای دکتر، به رغم همه این تعلیق‌های طولانی فرساینده بعد که ما رو در یک بازه طولانی مدت بلا تکلیفی قرار داد که حداقل به طول 10 سال در قصه برجام تداوم داشت و در امتداد هم باز تعلیق‌های دیگری بود، مثل اینکه مذاکره در دور اول در فلانجا چه می شود، مذاکره در دور دوم در فلانجا چه می شود. از این سرد و گرم ها اینقدر سرد و گرممون کردن که الحمدلله الان شدیم پیرکس. یعنی دیگه ترک که نمیخوریم نمیشکنیم بماند خم به ابرومون نمیاد. ولی خب افکار عمومی، احساسات جامعه اذیت میشه دیگه، تا اینکه بالاخره مقام اعظم رهبری به داد مردم رسیدن، تکلیف رو روشن کردن که آقا از این تناب کشیه، از این بازیه، از این فضا بیایم بیرون، زندگیمون رو بکنیم. با اینا هم حرف زدن بیفایده است دیگه. چقدر میخوایم این تجربه رو تکرار کنیم؟ تهش در اومد دیگه اینا چی کارن، چی میخوان بگن. الان هم دیگه همشون میگن، آقای عراقچی میگه، آقای لاریجانی میگه، آقای پزشکیان میگه، همشون میگن که امریکایی‌ها دنبال توافق و گفتگو نیستن، دنبال تسلیمن. دنبال اینن که ما مثلا هر چی تا حالا غنی سازی کردیم بهشون بدیم که تازه 6 ماه اسنپ بک رو تعلیق کنن. ترجمهش این است که 6 ماه برجام بیشتر ادامه پیدا کنه که حالا از 10 سالش چه نتیجه گرفتیم که از 10 سال و 6 ماهش بگیریم. چه کار کنیم آقای دکتر؟ خب راه علاج رو مقام اعظم رهبری فرمودن، گفتن باید قوی شد. بله. در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظام بین الملل، قدرت چانه‌زنی، همه اینا باید مباحثی است که ما باید درش قوی بشیم. ما اگه در